الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران و پدران و مادران عزیز، از الله بسیار مهربان خواهان او هستم که خداوند محبت شما را، میل شما را، خواهش شما را با سوی دینش زیاد بگرداند و خدای مهربان این لحظه هایی که در روبروی یکدیگر نگاه داریم، حضور داریم، خدای مهربان آن برکات و خیری که در این لحظه ها هست در نامه اعمال ما و شما نویسنده گرداند و از خدای مهربان خواهان او هستم که باز هم توفیق هامونه، محبت هامونه، میل هامونه، خواهش هامونه، صدق ما و شما را، یقین ما و شما را به سوی دینش باز هم زیاد بگرداند. از الله مهربان خواهان او هستم که خداوند گذشتگان همه ما و شما را رحمت و مغفرت کند. خدای مهربان بیماری های ما و شما را شفای کامل نصیب گرداند. مسافرهای ما را، برادرای ما را، خواهرایی که از وطن دورین، هر جا باشین خداوند سفرهاتون را خیر و نیکی، کاراتون را برار و کشایش نصیب گرداند. از الله مهربان دعا میکنم که خداوند در این دیار عزیز ما و شما، در این مملکت و وطن ما و شما همیشه خیر و نیکی ها و برکت نازل کند و آفت و بلاها را خدای مهربان دور گرداند. برادران عزیز، الحال میخواستم در این لحظه هایی که قرار داریم یک چند سوالی در پیش من که خیلی سوال های زیادن، من با قدری گنجایش، با قدری همون توانایی که دارم، من برای شما این سوال ها را انشاءالله جواب میگردانم. خدا برکت یا آن کسانی را که برای ما سوال ارسال میکنند و خداوند توفیق دهد که بعد گوش کردن این ما و شما پایبندی این شنیدگی هامان الله مهربان بگرداند. میایم به سر سوال ها. سوال اول: من صاحب دو دخترم، بار سیوم حامله شدم اما در نصیبم نبود. بعد چند وقت خواب دیدم که مرد پشتش طرفم گردانیده بود و گفت که این دفعه پسردار می شوی، باید نامش را قاری عبدالمؤمن مانی. و من نام بنیامین را دوست می داشتم و گفتم، او چیزی نگفت و رفت. خواهش میکنم درباره همین نام و خواب کمتر معلومات میدادید. خدای مهربان اولا خواهر عزیز که از ما سوال کردن دو تا دخترچه دار بوده است و در خوابش نفری را دیده است که با این خواهر ما گوش زد کرده است که این دفعه مقصد شما پسردار میشوین و نام او را عبدالمؤمن گذارید. و این خواهر ما گفته است من نام بنیامین را دوست می‌دارم، او چیزی نگفت. خواهر عزیز، اولا خدای مهربان شما را صاحب فرزند صالح، همون پسری که اگر خواهش شما باشد، طلب شما باشد، الله مهربان هیچ دستی را خالی بر نمیگرداند. خدا شما را صاحب همون پسر بچه گرداند. و البته نام عبدالمؤمن، خواهرای عزیز، هر یک نامی که در ابتداش اگر عبد باشد، مثل عبدالمؤمن است، عبدالرفیق است، عبدالجمیل است، عبدالستار است، یعنی وقتی در ابتداهاشون
نامهای وقتی کلمه عبد می آید، البته این محبوب ترین نامها به سوی خداوند به حساب می رود. غیر نام عبدالرسول، عبدالنبی، عبدالخلیل که اینها در پشت عبد باید نام از نامهای الله مهربان یا صفت از صفتهای الله مهربان باشد. از این لحاظ ما میتونیم برادرای عزیز محمد رسول گوییم، محمد نبی گوییم یا خلیل با طریق خلیل خالی گوییم. اینها البته بهتر می شود. از این لحاظ همین نامی که اگرچه در خوابم که شما شنیده باشین عبدالمؤمن نامی زیبا هست، خدا اگر این بچه را نصیبتان گرداند همین نام شما خواهر عزیز گذارین. الله مهربان عمر دراز ایمان کاملش دهد. سوال دیگر، حاجی شما را در خواب دیدم که کمربند بر میان میبندید، این چی باشد؟ کدام خواهری هست یا دادری هست از ما سوال کردن که در خوابم شما را دیدم که یک کمربند در میان من میبندید. چی تعبیر داشته باشد؟ اصلا من خواهرها و برادرای عزیز خواب را تعبیر کردن نمیتونم. این به خودش یک علم الهیده ای هست که من از علم تعبیر هیچ آگاهی ندارم. و این خاطر انشاءالله فقط این قدر گفتم میتونم که هر یک خوابی را که با خوشی میبینی، با نیکی میبینیش، انشاءالله خیر است. و اگر امکانات هم باشد بعد هر یک خواب دیدن شما مقصد یگان احسان یا خیر کنین که اگر بد باشد خدای بگو با نیکی مبدلش کن، اگر خوب باشد خدای حاصلش کن گفته، انشاءالله همین یک راهش همینه. ولی تعبیرها را من از عهدهش برآمده نمیتونم. خب استاد جان، من در سوال و جوابهای شبکه های دیگر تماشا کردم که بعد نماز دعا کردن بدعت است. ما چی کنیم؟ جواب قانع کننده میخواهیم. این برادری عزیزی ما از ما خواهش کردن که خلاص کدام شبکه های را گوش کردن و تماشا کردن و در اونجا دعا کردن از پشت نماز، دعا کردن از پشت نماز اون نفری که در شبکه برآمد میکرد بدعت گفته است یا نادرست گفته است. اولا برادران عزیز و گرامی، من چندین بارها به شما مراجعت کرده بودم، باز میکنم که هیچگاه مسئله و مسائل از هر گونه شبکه ها شما برادرای عزیز جستجو نکنین و از گفته اونها هیچ مسئله های را شما در عبادت هاتون ضم نکنین. الحمدلله رب العالمین برادرها خواهرای عزیز، امروز در ملک ما و شما، در تاجیکستان ما و شما بینین اینقدر امکانیت ها. حاضر من همین سوال و جواب هایی که با شما میکنم، من از همین امکانیت های امروزه، از همین شرایط و وقت های مناسب استفاده برده به خاطر همین که در شما یگان شبهه ها یا یگان مسئله های غیر مذهب ابو حنیفه داخل نشود، من وقتها جدا میکنم، صحیفه کشادم تا که با شما سوال جواب کنم. و همانند منم برادر عزیز در این دیار ما و شما داملا هستند، رقم های تلفنشون هستند، شما از اینها مسئلاتون پرسید. زیرا بسیاری از شبکه هایی که با شما سوال و جواب میکنن اونها پیرو هیچ مذهبی نیستند، یعنی اونها مقلد به مذهب نیستند. از این لحاظ مسئله های اونها اکثریتش با مسئله های یعنی مذهب ابو حنیفه هیچ موافقت نمیکنه. برای این دادرای عزیز من همیشه که راستی مانده هم شدم یا ممکن بعضی تا دل هم گرفته باشون که دائم من شما را دلالت به مذهب ابو حنیفه میکنم، ولی در این دلالت من چه حکمت ها و چه سیره ها هست شما برادرای عزیز از بسیاری اینها آگاهی ندارید. برای همین هر چیزی که دلالت کردیم انشاءالله ما برای خیر شما هستیم. انشاءالله ما از شما همیشه میخواهیم که نیکی بیرون شود
و خواهش ما هم این است که شما با پروردگارتان انشاءالله از همین طریق مذهب هم راه درست و راه حق میابین. زین لحاظ همیشه سوال هاتون از داملاهایی که پیروی از مذهب دارن، مذهب ابو حنیفه، از اونها پرسید. خدا خواه برای شما جواب میگویم. دعاهایی که از بعد نماز هست، من یک چند مثال برای شما حاضر، یک چند حدیثایی که از پیامبر ثابت است من میگویم، بعد در اخیرش خلاصه من باز بیان میکنم. در پیش من برادر عزیز کتاب جناب صحیح مسلم ابن حجاج قشیری نیشاپوری، جناب صحیح مسلم که به همه ما و شما معروف و مشهور است، که یکی از کتاب‌های بگیم 6 کتاب سیهای سته ما، یکی اگر اول امام بخاری باشد پشت او این امام مسلم میستد. اینجا آمدیم باب دارد، در باب 26 استحباب ذکر بعد از صلات بیانی هست. اینجا حدیث آمده است، من همه راوی ها را نخوانم وقتی زیاد نگیریم. میگه وقتی که رسول اکرم که حدیث جناب ولید از اوزاعی و از ابی عمار و که میگه این ابی عمار اسمه شداد ابن عبدالله ان ابی اسماء گفته ان ثوبان، چند نفرهایی را که در اینجا آمده است راویای حدیث، میگه وقتی پیامبرمان از نماز فارغ میشد، یعنی وقتی نمازشون که تمام میشد، ببینین حضرت دعا میکردن. اللهم، اول میگه انا 3 بار استغفر الله میگفتن، استغفر الله استغفر الله. بعد از آن اللهم انت السلام و منک السلام تبارکت ذا الجلال و الاکرام. این بعد نماز. حتی میگه در دام حدیث ببینید قال الولید، ولید گفت که فقلت لاوزاعی، ولید میگه من از حضرت اوزاعی پرسیدم. چی پرسیده است؟ کیف الاستغفار، چخیل استغفار چخیل گفته می شود؟ قال تقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، یعنی 3 بار حبیب خدا استغفر الله استغفر الله استغفر الله. بعد از در دوام این اللهم انت السلام و منک السلام تبارکت ذا الجلال و الاکرام گفته. حدیث دیگر برادران و خواهران عزیز، حدیث ابو بکر ابن ابی شیبه ابن نمیر، یعنی آوردن از ابو معاویه از عاصم از عبدالله ابن حارث ان عایشه مادرمان کان نبی صلی الله علیه و سلم اذا سلم لم یقعد الا مقدار ما یقول. وقتی پیامبر نماز که تمام میکرد، میگه از جاش بلند نمیشید تا این زمانی که این دعا را نمیکرد. چی دعا را میکرد؟ بین اللهم انت السلام و منک السلام تبارکت ذا الجلال و الاکرام. یعنی از جاشون بلند نمیشدن تا همین دعا را از پشت نماز نمیکردن. یعنی حتما این دعاها را در پشت نماز میکرد، بعد حضرت مقصد از جاش بلند میشید. حدیث دیگر، حدیث 593 حدثنا اسحاق ابن ابراهیم اخبرنا جریر عن منصور عن مسیب ابن رافع. آمده یعنی راویای حدیث میاره، بعدا میگه ان رسول الله صلی الله علیه و سلم كان اذا فرغ من الصلاة وسلم قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. این هم برادرای عزیز که اصحاب پیامبر روایت کردن که جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بعدی تمام شدن نماز وقتی سلام میدادن چی میگفتن؟ لا اله الا الله. بین لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اینم حدیثی هست که پیامبرمون بعد نماز میکردن. حدیث دیگر حدثنا محمد ابن عبدالله ابن نمیر آمده می آید. خب
حضرت میگه یقول دبور کل صلات، هر یک پشتی نماز پیامبرمون چی میگفته است؟ میگفته است که لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة الا بالله لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا اله الا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. این هم حدیثی که 594 رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بعد نماز. حدیث دیگر برادرای عزیز و گرامی، اینجا یک حضرت عاصم ابن ناظر التیمی حدثنا معتمر حدثنا عبید الله و آمده می آید انا گفتن ان فقراء المهاجرین آتوا رسول الله صلی الله علیه و فقالوا ذهب اهل الدثور بالدرجات العلا والنعيم المقيم فقال وما ذاك قالوا يصلون كما نصلي يصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدقوا ويعتقون ولا نعتقوا. برادرای عزیز میگه اهل فقرای مهاجرین، کمبغل‌های نادار و بی شرایط پیش رسول اکرم آمدن، گفتن حضرت انا برادرای ما گفتن مثل ما نماز میخوانند، مثل ما روزه میگیرند، برادرهایی که ثروت دارند، امکانیت دارند. اونها گفت از ما بالاتر و بلند مرتبه شدند. برای چی؟ به خاطری که اونها صدقه میکنن، ماها مالی صدقه نداریم. اونها بسیاری از بنده های خدا را از بندگی و غلامی آزاد میکنن، ما مبلغ نداریم. یعنی اونها با این عملهاشون مقام و مرتبه یافتند. ای پیامبر نازنین، ما چیکار کنیم که به درجه اونها برسیم؟ پیامبرمون چیشون گفت؟ فقال رسول الله صلی الله علیه و افلا اعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم ولا يكون احد افضل منكم الا من صنع مثل ما صنعتم قالوا بلى يا رسول الله قال تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مره. پیامبر گفت که بعد هر یک نماز 33 باری سبحان الله بگین، 33 باری الحمدلله بگین، 33 باری الله اکبر بگین، شما به مقام و منزلت اونها میرسید. شما همون گویم ثواب و درجه اونها را میگیرید. وقتی اینها اینا گفتن، باز همون آدمای امکانیت‌دار که درکدار شدن، اونها هم باز پشت نمازشون این تسبیح ها را گفتن. باز آمده گفتن حبیب خدا، اونها هم باز از همین عملی که ما را تعلیم دادی، اونها هم از همین عمل اجرا کردیستن. با چیکار کنیم که اونها را گذاریم؟ اینجا در بعد برادرای عزیز پیامبرمون چی گفت؟ ذالک فضل الله یؤتی من یشاء. اکی فضل خدا هست، گفت که الله به اونها داده است. چقدر در تاجیکای ما میگن که به خدا دادگان ستیزه مکن که اونها را خدا داده است. اکو گفت دیگر مقصد، یعنی شما این عمل هاتون را دوام دادن گیرین، خدا خواه همینم به خیر شما هست. اینجا هم حدیث دیگری هم برادرای عزیز و گرامی انا آمده است که حدثني عبدالحمید ابن بیان الواسطی آمده میاد. بعد از ابو هریره میاد من سبح الله فی دبور کل صلاه 33 حمد الله 33 کبر الله 33. آمده برادرای عزیز وقتی 99 بار 33 باری از الحمدلله الله اکبر سبحان الله وقتی میگیم، گفت 99 میشود. و قال تمام المئه، صدمش چی باشد؟ لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه و این كانت مثل زبد البحر. پیامبرمون گفت که وقتی اگر در صدم کلمش شما همین لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك وهو على كل شيء قدير گوین، اگر خطاهاتون مثل اگر همون خفای روی بحر که باشد، الله هم شما مغفرت میکنه. یعنی ببینین همین باب در همین صحیح مسلم همه برادرها و خواهرای عزیز در باب دعا کردن آمده است که یعنی دعا اصل شرعی داره. یعنی این خطا نیست که ما نماز که خواندیم ماها چیکار کنیم؟
دعا کنیم، دستامون برداریم. دعا کردن منع نآمده است. یعنی این ولی هست در اینجا بسیار چیزا آمده است که پیامبرمون آیت الکرسی میخواندن، سوره اخلاص میخواندن، معوذتین میخواندن، یعنی قل اعوذ برب فلق، قل اعوذ برب الناس میخواندن. از این لحاظ یعنی دعا کردن چی بوده است؟ اصل شرعی داشته است. ما باید که بعد نمازم دعا کنیم. ولی در همون سوره نشرح هم الم نشرح لك صدرک، اما آخرش فاذا فرغت فانصب و الی ربک فرغب. بسیاری از مفسرها دادرها خواهرها عزیز میگه همینجا الله مهربان میگه وقتی نماز تمام شد رو به نیاز بیا، دعا کن، الله را فریاد بزن. برای همین دعا کردن هیچ باکی ندارد. فقط اینجا یک چیزی نازکیش همین است که حتی همین مذهب خودمان، کتابای معتبر خودمان، برادرها و خواهرای عزیز میگویند که دعا کردن با طریق التزامیش انامینش گویم بدعت میشمارند. یعنی لازم دانستنش، یعنی بسیار ضرور دانستنش، که اگر بعضی میبینیم که در بعضی از ممکن قوم ها باشد، مسجد ها باشد، اگر یک نفر حاجت دارد یا ضرورتی دارد، وقتی ایجاش بلند می شود ما سیاستش میکنیم، نمیمونیمش که ایجاش بلند شود بشی مقصد دعا را بکن، بشی مقصد از دعا خطا مثال به بهران ما گفته. انا همین حالت ها وقتی اگر همین سختگیری ها شود انا همینجا در بعد برادر عزیز بدعت می شود. و الا این دعا کردن این دستا را حتی ما از پیامبر نازنین داریم، میگه پیامبر من لم یدع الله غضب علی، اگر کسی با خدا را دعا نکنه الله را غضب میکنه. برای همین یعنی دعا کردن بعد نمازها را هیچگاه دادرها و خواهرها عزیز ترک نسازید. کسی میگه بعد نماز دعا کردن مکروه است یا بدعت است یا فلان است، سخن یا هیچ اعتباری ندارد از حدیثایی که شما الحال گوش کردید.